سلام دوستان، با یاد و نام خدا خوب هستید؟ با یه ویدیو جدید خدمتتون رسیدم. ویدیو امروزمون در خصوص بروزرسانی جنگ بین اسرائیل و غزه است. جنگ بین اسرائیل و غزه به 13مین روز خودش رسیده. میخوایم بررسی کنیم. دائما مسئولین ایران هشدار میدن که در صورت تداوم جنگ، جبهه‌های جنگ گسترده تر خواهد شد. میخوایم بررسی کنیم ببینیم هر یک از این جبهه‌های جنگ در صورت باز شدن چقدر میتونه در توازن قوا در جنگ تاثیرگذار باشه. همینطور که با خبرید، گرچه در روزهای اول جنگ تلفات اسرائیلیا بسیار گسترده تر بود، ولی به دلیل بالا بودن قدرت آتش اسرائیل و جنگنده های پیشرفته، تجهیزات پیشرفته‌ای که در اختیار داره، پشتیبانی که از سمت غرب داره میشه، روز به روز کشتار در سرزمین‌های غزه افزایش پیدا کرده و ابعاد جنگ وخیم‌تر و ناجوانمردانه در حال پیشرفته. اما می‌خوایم بررسی کنیم دومین جبهه جنگ، یعنی اگر حزب الله به صورت گسترده وارد جنگ بشه چه اتفاقی خواهد افتاد و کل لبنان در چه صورتی وارد جنگ خواهند شد. همینطور که با خبرید، لبنان تحت نفوذ ایران و عربستان سعودیه، اما قدرت نظامی در داخل لبنان کاملا در اختیار حزب الله است. اما در صورت موافقت عربستان، پشتیبانی مالی از جنگ میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه و همچنین بعد از جنگ میتونه در بازسازی که انجام خواهد شد با حمایت کشورهای عربی تاثیرگذار باشه. اما اگر بر اساس گفته ها واقعیت داشته باشه که حزب الله برخوردار از موشک‌های خانواده فاتح باشه، همینطور که با خبری این موشک‌ها کاملا فرق میکنه با راکت‌هایی که امروز رزمندگان مقاومت در داخل فلسطین از اونها دارن استفاده میکنن. موشک‌های خانواده فاتح سرعت، مانورپذیری، رادارگریزی و دقت بسیار بالایی دارن. کار رو برای سامانه‌های دفاع موشکی هوایی اسرائیل کاملا سخت خواهد کرد. اما ابعاد لبنان بسیار بزرگتر از غزه است و هزینه‌های جنگ برای اسرائیل کاملا افزایش خواهد یافت. تلفات در اسرائیل چه از نظر نظامی چه از نظر غیر نظامی افزایش پیدا خواهد کرد و هزینه جنگ برای اسرائیل بسیار گسترده خواهد شد. اما اسرائیل به پشتوانه مالی و نظامی که از سمت امریکا داره میشه، قطعاً کماکان توازن قوا به نفع اسرائیل ماشین جنگی بسیار قدرتمندی داره، پیشرفته ترین سلاح روز دنیا رو داره و زیرساخت‌های لبنان رو به صورت کامل میتونه نابود کنه. اما هزینه جنگ برای اسرائیل خیلی بیشتر خواهد شد، تلفات از دو طرف بیشتر خواهد شد. اما با همه این وجود کماکان توازن قوا به نظر من به نفع اسرائیله. گرچه مهاجرت معکوس انجام خواهد شد از سرزمین‌های اسرائیل، گرچه زیرساختاش اصابت خواهد کرد توسط موشک‌های خانواده فاتح و تلفات نظامی خواهد داد، حتی ممکنه بلندی‌های جولان توسط حزب الله آزاد بشه، همه اینا، ولی اینها همه مساوی خواهد شد با نابودی زیرساخت‌های لبنان. اما بیایم بررسی کنیم سوریه چطوری میتونه وارد جنگ بشه. ببینید، سوریه از یک سمت توسط نیروهای تحت حمایت ترکیه مورد تهدید، از سمتی به دلیل توافقاتی که با اتحادیه عرب بسته، مخصوصا با امارات متحده عربی و عربستان سعودی، کاملا از لحاظ اقتصادی به اونها وابسته است و به دلیل تحریم‌هایی که امروز سوریه گریبانش رو گرفته و در جنگ داخلی که داشت زیرساختاش کاملا نابود شده، برای یک حمله گسترده و درگیر شدن با اسرائیل نیاز داره به یک توافق امنیتی بین ایران و ترکیه که اگر سوریه کاملا وارد جنگ شد، به توسط نیروهایی که از سمت ترکیه حمایت میشه پیشروی صورت نخواهد گرفت. یک. دو، حمایت اتحاد کشورهای عربی رو به دنبال داشته باشه، مخصوصا حمایت‌های مالی، وگرنه سوریه به لحاظ نظامی طی سالهای گذشته برای اینکه توازن بین سوریه و ترکیه و حتی اسرائیل برقرار بشه توسط ایران کاملا مجهز شده. برخی اخبار میگن که
پر از شهرهای موشکی در داخل سوریه، مجهز شده به پیشرفته ترین موشک‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی. همه اینا رو ما میدونیم دلیل حملاتی هم که اسرائیل تلاش کرده در این سالهای اخیر و ماه‌های اخیر به سوریه انجام بده، برای اینکه این قدرت و یکپارچگی در حوزه نظامی سوریه توسط ایران صورت نگیره. ولی به دلیل گسترده بودن مرزهای سوریه چه از نظر دریایی و چه زمینی و پروازهایی که وجود داشته از سمت ایران، چه به صورت مسافری چه به صورت نظامی، سوریه کاملا مجهز شده به سیستم‌های پیشرفته نظامی دفاعی و کاملا آماده برای یک جنگ گسترده است. اما در صورتی این جنگ گسترده خواهد شد که اون توافقات بین کشورهای عربی با ایران و ترکیه صورت بگیره. اما اگر صورت نگیره، حمایت سوریه از جنگ با غزه در سطح بلندی‌های جولان محدود خواهد شد و تأثیرش رو جنگ به اندازه همون حزب الله خواهد بود. ولی اگر ابعاد گسترده تر بشه، پایگاه نظامی امریکا هم حتی ممکنه مورد اشغال نیروهای سوریه قرار بگیره. اما بریم بررسی کنیم در چه صورت انصارالله وارد میشه. انصارالله همین امروز هم با تعداد محدودی موشک‌های بالستیک و پهپاد حملاتی به اسرائیل کرد، اما توسط ناوگان نیروی دریایی امریکا رهگیری و منهدم شد. اما این خودش نشون داد هشدارهای ایران بلوف نیست و در صورت تداوم جنایت‌های اسرائیل در غزه قطعا انصارالله هم ورود خواهد کرد. با توجه به رژه‌هایی که نیروهای یمنی در انصارالله انجام دادن، مجهز شدن به پیشرفته ترین موشک‌های خیبر شکن که واقعا بی‌نظیرند در دنیا. قدرت تخریب، سرعت، رادارگریزی، هدایت پذیری و حتی اگر بر فرض محال این موشک‌ها در آسمان اسرائیل رهگیری هم بشن، قدرت انفجار و موج انفجاری ایجاد خواهد کرد که واقعا تأثیر رو در دل هر انسانی، چه برسه افرادی که در اسرائیل هستن، ایجاد خواهد کرد و یک مهاجرت معکوس گسترده‌ای رو راه خواهد انداخت. امریکا برای پشتیبانی از اسرائیل تعداد زیادی ناو رو در آبهای باب المندب و سواحل یمن قرار داده و این پهپادها و موشک‌ها توسط همون ناوها رهگیری شدند و پشتیبانی امریکا یک نوع فضا و چتر امنیتی رو سعی می‌کنند به صورت پدافند هوایی از آسمان اسرائیل انجام بدن. اما انصارالله یمن مجهز به موشک‌های کروز، موشک‌های ساحل دریایی بسیار قدرتمند، همینطور که در رژه‌های اونها دیدیم، اونها انقدر سلاح‌های پیشرفته‌ای دارن که حتی میتونن کشتی‌های جنگی امریکا هم نزدیک سواحل خودشون مورد هدف قرار بدن. اگر انصارالله به صورت گسترده وارد جنگ بشه، فرقش با سوریه و لبنان اینه که نه تنها از سلاح‌های با قدرت تخریب بسیار بالایی برخورداره، به دلیل دور بودن از سرزمین اسرائیل قدرت پاسخ‌دهی اسرائیل به شدت کاهش پیدا میکنه. به نظر من کشورهای غربی تلاش خواهند کرد جبهه جنگ به اونجا گسترده تر نشه و اگر بشه اصلا ممکنه مواضع خیلی از کشورها رو تغییر بده. میدونه عربستان، امارات دل خوشی از انصارالله ندارن و مواضع اینا تغییر خواهد کرد به دلیل ضربات ویرانگری که انصارالله میتونه بزنه به اسرائیل. اگر این ضربات رو وارد کنه، قطعا پای امریکا رو به وسط خواهد آورد. در اون صورت ممکنه ایران به وسط بیاد، اصلا فضای جنگ کاملا تغییر کنه. مواضع روسیه که امروز سعی کرده بی‌طرفانه و کمی مایل به ایران مواضع بگیره، در اون صورت کاملا تغییر خواهد کرد و قطعا پشت ایران خواهد ایستاد و ابعاد جنگ ممکنه جهانی بشه. یکی از دلایل اینکه اسرائیل تلاش میکنه، اسرائیل طی روزهای اخیر دیر شروع کرده و هنوز شروع نکرده حمله زمینی خودش به غزه رو، میتونه همین باشه. شاید اونها دارن خودشون رو آماده میکنن به لحاظ پشتیبانی تا برای هر سناریوی آماده بشن و ابعاد جنگ اگر گسترده تر شد غافلگیر نشن و از قبل خودشون رو آماده کرده باشن. و ایران هم که همینطور که باخبری به انواع اقسام موشک‌ها و پهپادهای مدرن روز دنیا، اونم در ابعاد گسترده مجهزه، پر از شهرهای موشکی، سامانهای موشکی و غیره و غیره. ظرفیت نظامی ایران در ابعاد یک جنگ جهانی مجهزه و ایران فقط در صورتی
مستقیما وارد جنگ خواهد شد که امریکا به صورت گسترده وارد جنگ بشه و این سری با ورود ایران و امریکا میتونه اصلا کاملا مواضع خیلی کشورها رو تغییر بده، قیمت انرژی منفجر بشه، تاثیرش بر اقتصاد ایران بسیار زیاده و همه چیز رو تغییر بده. به نظر من همینطور که در اولین ویدیو خودم گفتم، چون ابعاد وخیمی رو داره این جنگ و گسترش اون همینطور که گفتم چه تبعات گسترده‌ای داره و میتونه ابعاد و جنگ رو جهانی کنه، کشورها تلاش خواهند کرد که علیرغم مواضعی که جلوی دوربین میگیرن، با کنترل و مهندسی کردن جنگ رو در نهایت در همون غزه و نهایتاً بین حزب الله و اسرائیل کنترل کنن و با گفتگو اون رو به پایان برسونن. اما هزینه جنگ با ایران نه برای اسرائیل، برای کل دنیا بالاست و زمانی اتفاق میفته که اشتباه محاسباتی از سمت یک طرف صورت بگیره. دوستان، این همه سناریوهایی بود که باهاتون با اشتراک گذاشتم. اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد، لایک و سابسکرایب یادتون نره. هر نوع انتقادی و پیشنهادی دارید برام کامنت کنید. قطعا در روزهای آینده هر اتفاقی که در جنگ بین غزه و اسرائیل بیفته میام تحلیلش میکنم و همه سناریوها رو براتون روشن خواهم کرد. دوستتون دارم. شما رو همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.